بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. الله تلاش کافرانی را که مردم را از راه الله باز می‌دارند تباه می‌کند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. و آنان که مؤمن و نیکوکار بودند و به آیات حقی که از جانب پروردگارشان بر محمد نازل شده است ایمان آورده اند، بدیهایشان را میزداید و امور دنیا و دینشان را سامان میبخشد و اصلاح میکند. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. این پاداش و جزا بدان سبب است که کافران پیرو باطل شدند و مؤمنان پیرو آیات حق پروردگارشان. الله برای مردم مثلهایشان را این چنین بیان می کند: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. چون با کافران روبرو شدید آنان را گردن بزنید تا آنکه بسیاری از آنان را بکشید. آنگاه اسیران را به بند کشید، سپس یا بر آنان منت گذارید و بدون هیچ چشم داشتی آزادشان کنید، یا از آنان فدیه بگیرید و رهایشان کنید تا سنگینی جنگ فروکش کند. این حکم الهی است و اگر الله می‌خواست خود از آنان انتقام می‌گرفت. ولی فرمان جنگ داد تا شما را در برابر یکدیگر آزمایش کند و کسانی که در راه الله کشته شدند الله هرگز نتیجه تلاششان را تباه نمی کند. سيهديهم ويصلح بالهم. الله به راه راست هدایتشان خواهد کرد و امورشان را سامان خواهد بخشید. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. و آنان را به بهشتی که اوصافش را برایشان بیان کرده است وارد خواهد نمود. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ویثبت اقدامکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر دین و پیامبر الله را یاری کنید او نیز شما را یاری می کند و گامهایتان را ثابت و استوار می دارد. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. و بر کافران نگونساری و هلاک باد. الله اعمالشان را تباه می گرداند. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. زیرا آنچه را که الله نازل کرده است خوش نداشتند، پس الله نیز اعمالشان را تباه نمود.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرین امثالها. آیا در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ الله خانه هایشان را بر سرشان ویران کرد و آنان را نابود ساخت و این کافران نیز کیفری همانند آن در پیش خواهند داشت. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. زیرا الله یاور و کارساز مؤمنان است ولی کافران هیچ کارسازی ندارند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله مؤمنان نیکوکار را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و کافران تنها در دنیا بهره‌مند می‌شوند و همچون چارپایان می‌خورند و آتش دوزخ جایگاهشان است. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. و چه بسیار شهرهایی که ساکنانش از مردم شهر تو که بیرونت کرده اند توانمندتر بودند، ما هلاکشان کردیم و در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نداشتند. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. آیا کسی که بر شیوه روشنی از جانب پروردگار خویش است همچون کسانی است که زشتی رفتارشان در نظرشان آراسته شده و از هوسهای خویش پیروی می‌کنند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده چنین است که در آن جویبارهایی جاری است که طعم آبش تغییر ناپذیر است و جویبارهایی از شیر که طعمش دگرگون نمی شود و جویبارهایی از شراب که مایه لذت نوشندگان است و جویبارهایی از عسل ناب و در آنجا همه انواع میوه ها در دسترسشان است و از همه برتر آمرزش پروردگارشان. آیا بهشتیان چون ساکنان جاودان دوزخند که آبی چنان جوشان به آنان می نوشانند که روده هایشان را متلاشی می کند؟ ومنهم من يستمع إليك حتى
إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ای پیامبر، برخی از منافقان به گفتار تو گوش فرا می‌دهند و چون از حضورت خارج می‌شوند به اهل دانش با تمسخر می‌گویند فهمیدید لحظاتی پیش چه می‌گفت؟ الله بر دلهایشان مهر غفلت نهاده است و آنان از هوسهای خیش پیروی کردند. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. و الله بر هدایت پرهیزکاران می‌افزاید و پرهیزکاریشان را قوت می‌بخشد. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. آیا کافران جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان بر آنان فرا رسد در حالی که نشانه‌های آن آشکار شده است؟ پس آنگاه که قیامت فرا برسد پند گرفتنشان چه سودی خواهد داشت؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ای پیامبر، بدان که معبودی به حق به جز الله نیست و برای گناه خیش و گناه مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و به یاد داشته باش که الله محل رفت و آمد روزانه و آرمیدن شبانه شما را می‌داند. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. مؤمنان میگویند چرا سوره‌ای درباره اجازه جهاد نازل نمی شود، اما هنگامی که آیات صریحی در مورد جنگ نازل می گردد منافقان و بیماردلان را می بینی که همچون کسانی که از سختی مرگ دستخوش بیهوشی شده باشند به تو می نگرند. مرگ و عذاب الهی بر آنان شایسته تر است. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اطاعت و گفتار شایسته بهتر است و چون تصمیم قطعی جهاد گرفته شد اگر در تعهد خود با الله صادق باشند برای آنان از نفاق و سرکشی بهتر است. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ای منافقان، آیا جز این انتظار دارید که اگر از قرآن و سنت پیامبرش روی بگردانید در زمین تباهی کنید و از خویشاوندانتان ببرید؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اینان کسانی هستند که الله با دوری از رحمت خیش لعنتشان کرده است، پس گوش دل ایشان را کر و چشم دل آنان را کور ساخته است. افلا يتدبرون القرآن
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفلهای غفلت نهاده شده است؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملی لهم. کسانی که پس از روشن شدن راه هدایت به راه پیشین خیش بازگشتند و مرتد شدند، شیطان اعمال زشتشان را برایشان آراسته و با آرزوهای دراز فریبشان داده است. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. این جهل و گمراهی بدان خاطر است که منافقان به مشرکانی که از وحی الهی کراهت داشتند گفتند ما در برخی از امور از شما پیروی می‌کنیم و الله پنهانکاریشان را می‌داند. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. پس آنگاه که فرشتگان الهی بر چهره و پشتشان میزنند و جانشان را میگیرند، حال این منافقان چگونه خواهد بود؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. این کیفر از آن روست که آنان پیرو راهی شدند که الله را به خشم می‌آورد و از انجام کارهایی که موجب خوشنودی الهی می‌شود کراهت داشتند، پس الله نیز نتیجه کارهایشان را تباه ساخت. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. آیا بیماردلان منافق پنداشتند که الله هرگز کینه هاشان را آشکار نخواهد ساخت؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم. ای پیامبر، اگر می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم که باطن ایشان را از ظاهرشان باز شناسی و مسلماً از شیوه سخنشان به خوبی آنان را خواهی شناخت و بدانید که الله از کارهایتان آگاه است. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. قطعاً همه شما را آزمایش می‌کنیم تا از میانتان مجاهدان و شکیبایان را باز شناسیم و احوال شما را می‌آزماییم تا راستگویان مشخص گردند. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. کسانی که پس از روشن شدن راه هدایت بر آنان کفر ورزیدند و مردم را از راه الله باز داشتند و به مخالفت با پیامبر برخاستند، هرگز زیانی به الله نخواهند رساند و الله نیز نتیجه اعمالشان را تباه خواهد ساخت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ای مؤمنان،
از الله و پیامبر اطاعت کنید و با کفر و ریا اعمال شایسته خیش را تباه نکنید. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. کسانی که کفر ورزیدند و دیگران را نیز از راه الله باز داشتند و در حال کفر مردند، الله هرگز آنان را نخواهد آمرزید. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. پس ای مؤمنان، از رویارویی با دشمنان سستی نورزید و از ترس جنگ آنان را به صلح و آشتی دعوت نکنید، در حالی که شما برترید و الله با شماست و از پاداش اعمالتان نخواهد کاست. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. به راستی که زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، الله پاداشتان را بی کم و کاست خواهد داد و تمام اموالتان را نمی خواهد، بلکه می فرماید که زکاتش را بپردازید. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر تمام آن را از شما بخواهد و بر این دستور اصرار کند، بخل می ورزید و این کار کینه هایتان را آشکار می سازد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آگاه باشید، شما کسانی هستید که برای انفاق در راه الله دعوت می شوید، ولی برخی از شما بخل می ورزند و هر که بخل بورزد به زیان خیش بخل ورزیده است و الله بی نیاز است و این شما هستید که نیازمندید. و اگر از اسلام به سوی کفر بازگردید، الله گروهی دیگر را جایگزینتان خواهد کرد که همچون شما به بخل مبتلا نباشند.